سلام بچه ها، امروز اومدیم پیش شاهین عمو مغازش که امیرعلی رو موهاشو کوتاه کنه و دیدم علی عمو موهایش هم سرخیلی بزنه. آره دیگه سرخیلی بزنه. بعد دیدم پرویز عموی. خب عمو تو هم سرت بالا کتونم بیشناسن. اسمت معرفی که تو این چون جدید وارد گروه میشن. آره جدیدم. اسم تو این شاگردای جدید من. علی آقایی؟ آره. پسر حسن مرحوم عموه. خب این مشتبه داییه دیگه. آره جای مغازه من داخل ورداد کجا میشه؟ مغازهش کجا میشه؟ آدرس چه بگو که بچه‌ها اگه خیابون آزادی. داخل ورداورد خیابون آزادی میشه مغازه. خب شاهینم بود چطوریه کاروبار؟ بد نیست، خوبه. خب انشالله که مشتریایی که از اون برای اومد اونا هم انشالله بیا اینجی همون هر مدلی که بخواد. چند مدل مو بلدی الان؟ هر مدل که بگه. هر مدل. خیلی خوب انشالله که موفق باشی. چند وقت میشه مغازه رو باز کردی؟ تقریبا 3 ماه. 3 ماه میشه. بسیار عالی.